با نام و اید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستیم در ایران گردی و داریم با جاذبه‌های دیدن کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان آذربایجان شرقی، شهر زیبای تبریز هستش و ما در سوژه امروز قرار به حیات وحش و محیط زیست استان آذربایجان شرقی اشاره بکنیم و در مورد گونه‌های جانوری که در اینجا دارن زندگی میکنن. برای همین هم ابتداً اومدیم به موزه تاکسیدرمی اداره کل محیط زیست استان آذربایجان. جناب آقای غنی‌پور عزیز همراه ما هستند، رئیس اداره محیط طبیعی استان. سلام علیکم، شما بینندگان همسفر میشنوید. خواهش میکنم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز برنامه همسفر. همونطور که فرمودند اینجا موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استان آذربایجان شرقی هست. موزه ما از دو بخش، مثلا همونطور که از اسمش هم پیداست تاریخ طبیعی، یه بخش کوچیکی داریم مربوط به ماقبل تاریخ که چند تا به اصطلاح یک قسمت کوچیکی هست که مربوط میشه به دایناسورها و ماکتشون. یه قسمت دیگه هم که مال عصر جدید هست. ما گونه‌های مختلف پرندگان، پستانداران و خزندگان رو اینجا چند تا نمونه‌ای بیشتر از فون به اصطلاح یا گونه‌های جانوری استان آذربایجان شرقی رو به صورت تاکسیدرمی برای علاقمندان اینجا جمع آوری کردیم. بعد یه قسمتش هم که مربوط به حشرات هست، فون کوچیکی از حشرات رو ما اینجا جمع آوری کردیم. بیشترش همونطور که عرض کردم مال آذربایجان شرقی هست. یه قسمتش هم مال سطح کشور هست، زیستگاه‌های سطح کشورمون هست. یه قسمت کوچیکی هم از فون سایر قاره‌ها مال کره زمین رو اینجا گردآوری کردیم. علاقمندان به حیات وحش و دوستداران طبیعت و اونهایی که میخوان یه آشنایی جزئی با حیات وحش کشورمون، استانمون و جهان داشته باشن، میتونن یه نمونه‌هایی رو اینجا به اصطلاح مشاهده بکنم. ما هم برای توضیح کارشناسامون در خدمت هستن، هر وقت تشریف آوردن میتونن. من دارم میبینم که یه ذره اینجا به هم ریخته است، مرتب نیست. علتش چیه؟ ما برای اینکه نمونه هامون رو بتونیم سر حال و سالم نگه داریم، چون خودتون میدونید که اکثرا از پوست و بافت موجودات تشکیل شدن اینا همیشه در معرض انواع به اصطلاح ساپروفاژ ها، یعنی اون موجوداتی که به اصطلاح دیکامپوزر میگن دیگه توی اکولوژی، یعنی اونایی که از بافت مورد تغذیه میکنن و بعضی از جوندگان فلان هستن. ما اینها رو سالانه اون قسمت هایی که آسیب دیدن، مثلا ممکنه بچه‌ها میان کنجکاون دست بزنن یه آسیبی به نمونه ها بزنن، یا اینکه حفاظت بکنیم از آسیب این حشرات یا میکروارگانیسم هایی که اینا رو تغذیه میکنن. ما اینا رو سالی 2 بار حداقل سمپاشی میکنیم. الان هم شما دقیقاً خوردید به اون برنامه و تایم سمپاشی. ولی این سم خطرناک نیست برای انسان؟ چرا؟ ما سعی میکنیم که حداقل 2 هفته بعد سمپاشی موزه رو میبندیم، درسته، که به اصطلاح بازدید کننده نداشته باشه. بله، یه تایم استراحتی میدیم. بسیار عالی. گونه‌هایی که گفتین اینجا از قاره‌های دیگه هم هستش. یه شیر آفریقایی من اینجا دیدم. یه اون گوزن خیلی بزرگی که روبرومون هستش چیه؟ این گوزن موس هست. گوزن موس یک به اصطلاح پستاندار باطلاقی است که پاهای درازی داره، مخصوص راه رفتن توی باطلاق‌های آمریکای شمالی مثل کانادا و آمریکاست. برای اون مناطق به اصطلاح آداپته شدن و تکامل یافتن. درسته. اون گوزنی که پشت سر ما هستن چیه؟ گوزن‌ها از قاره‌های مختلفن، از آفریقا هست، از آسیا هست، مغولستان و مثل جنگل‌های تایگا و تندرا و اینا. بعد خواهش میکنم و عرض کنم خدمتتون که گوزن‌های آفریقایی و آسیایی و آمریکایی و اروپایی هستن. خیلی ممنون، تشکر از توضیحاتتون. اما فضایی که ما الان داریم اینجا می‌بینیم موزه تاکسیدرمی هستش در شهر زیبای تبریز و به هر حال شما میتونید تو این فضا قرار بگیرین. اگه در حیات وحش و در محیط زیست نتونستین حیوانات رو به صورت زنده ببینین، لااقل به این شکل بتونین با اونها آشنا بشین. و معمولا حیواناتی رو تاکسیدرمی میکنن که در حوادث طبیعی ممکن است بین رفته باشن یا بر اثر شکار به هر حال غیر مجاز و اتفاقاتی که براشون افتاده باشه. وقتی حیات خودشون رو دست میدن به واسطه تاکسیدرمی یه حیات مجدد میگیرن و دوباره وارد موزه ها میشن و شما میتونید به عنوان یک
کسی که علاقه‌مند هستین به محیط زیست بیان از این فضا بهره ببریم. شهر تبریز 18 موزه رو در خودش جای داده که به مباحث مختلف می‌پردازن: محیط زیست، مردم شناسی، خود تاریخ و تمدن عصر آهن و الان هم ما اومدیم یه موزه دیگه به عنوان موزه صدا. آقای ساجدی عزیزم مدیریت این موزه هستن. سلام علیکم، شما بینندگان همسفر داشته باشین و توضیحاتتون رو پیرامون این موزه. سلام به بینندگان برنامه همسفر. موزه صدا برای اولین بار در ایران راه اندازی شده که سال گذشته توسط ریاست محترم جمهور افتتاح گردیده است. در رابطه با ساختمان موزه خدمتتون عرض کنم که ساختمان موزه مال دوره قاجار و اوایل پهلوی هست که در سال 1384 ثبت ملی شده ارزم به خدمتتون و سال 1397 موزه صدا در اینجا راه اندازی شده است. بسیار. آقای ساجدی گفتین تو کل ایران اولین موزه صدا هستش. حالا این موزه صدا به چه معنایی هستش؟ یعنی هر چیزی که صدا از خودش تولید میکنه اینجا هست؟ بله. در رابطه با صدا ما چون یه موزه کاملا تخصصی هست، به لحاظ اون تالارهای ما هم تخصصی هست. تالار اولمون ادوات صوتی که در طول 100 سال گذشته مورد استفاده مردم بوده، بعد تالار سازهای مضرابی هست، بعد تالار سازهای بادی، سازهای زهی، بعد تالار سازهای آرشه‌ای ارزم به خدمتتون، بعد تالار سازهای کوبه‌ای و کلاویه‌دار و اینا، بعد آیین‌ها هستن که همراه با موسیقی یا صدا هستن و دیگر ادوات صوتی مثل کوبه‌های در، زنگوله‌ها و دیگر ادوات صوتی که در کل جامعه مورد استفاده بوده در 3 سال گذشته. بله، در 100 سال گذشته. بله. در یک قرن گذشته. خیلی جالبه. اون پایین که رفتیم گفتین آب انباره دیگه، درسته؟ آیین‌ها رو شما سعی کردین به اون بپردازین. از کوبه های در بگیریم، درهای قدیمی که 2 تا کوپه داشتن، حالا به زنکوب و مردکوب جاهای معروف هستن، بعضی ها هم میگن نوع سازه درها به این شکل بوده برای زیبایی. به هر حال هست از زنگوله که به شترها و گوسفندها بسته میشه، اونم جزء صدا میشه دیگه، درسته؟ اینا از دوره صفوی ما جمع کردیم در رابطه با زنگ زورخانه، زنگوله چهارپایان، زنگ مسابقه، ناگوس کلیسا، اینا هستن که در رابطه با از دوره صفوی به بعد. کل مجموعه گفتین از خودتون هستش؟ کل اشیا را من در طول حدود قریب به 4 دهه جمع‌آوری کردم و در سازمان ثبت شده و مجوز گرفتم و صاحب امتیاز این موزه هست. درسته، یعنی یه جور میشه موزه شخصی دیگه. موزه شخصی هست، فقط خونه مال سازمان میراث فرهنگی هست. درسته، خانه زیر نظر اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تبریز هستش، ولی ادوات تماما از خود شما هستش. شما تو موسیقی خودتون چه نقشی دارین؟ بنده در حوزه موسیقی ایرانی کار میکنم که نوازنده تار ایرانی هستم و پژوهشگر در حوزه موسیقی کشور. وضعیت موسیقی تو آذربایجان الان چجوری هستش؟ وضعیت موسیقی بد نیست، ولی نیازمند بسترسازی و حمایت از موسیقی‌های ملی و بومی خیلی متصور است. اصلا موسیقی آذری موسیقی خیلی جالبیه. ما کسانی رو داریم که از قدیم الایام به نام عاشق معروف هستن، درسته؟ که کلاً کارشون موسیقی هست و اون آواز آذری رو میخونن و موسیقی مینوازن. ما الان توی این موزه که اومدیم، علاوه بر حالا اون خونه تاریخی که داریم تماشا میکنیم، غرفه‌هایی رو میبینیم که به هر حال وسایل و ابزار موسیقی داخلشون هستش. موسیقی یه چیزیه که با روح و روان انسان آمیخته است و نه تنها اون موسیقی که نواخته میشه به وسیله موزیسین ها، بلکه همین صدای بوق ماشین هایی که شما
میشنوین، صدای مردم که در رفت و آمد هستن، صدای خیابان، صدای محیط زیست و اون چیزی که شما می‌دونید یک نوع موسیقی هستش. درسته؟ بله، همه‌شون در استخدام صدا هستن، چه موسیقی، چه آیین‌ها، چه صدایی که هست، همه‌شون در هر زمینه در استخدام صدا هستن. بسیار عالی. ساعت بازدید این موزیکیه از صبح ساعت 9:30 تا 7:30 بعد از ظهر، یعنی یک سره هستیم. بله. آدرس دقیق موزه‌تون هم میدین؟ موزه تبریز، خیابان تربیت، کوچه کرباسی، خانه تاریخی امیر پرویز، موزه صدا. بسیار عالی. خیلی ممنون از توضیحاتتون. همونطور که گفتم در شهر تبریز موزه های دیگه هم هستش. ما سعی می‌کنیم در برنامه امروز موزه ها رو بهتون معرفی بکنیم در حد تایمی که داریم، موزه هایی که به هر حال قبلا در برنامه همسفر در تبریز معرفی نشدن، چون ما یک سال قبل هم در تبریز بودیم و بعضی از این آثار رو بهتون معرفی کردیم. پس همراه همسفر ما باشین و آشنا بشین با این جاذبه های زیبای شهر تبریز. با سلام به بینندگان همسفر. من خلیل غفاری، ساکن تبریز، مجموعه‌دار ماشین‌های کلاسیک در ایران. درسته. اولین مجموعه اول مجموعه خودروهای کلاسیک در ایران که به صورت موزه در اختیار مردم ایران هست. درسته. اتومبیل هایی که دارین مربوط به چه دوره‌ای هستش؟ از چه تاریخی در واقع از دهه 30 هست تا 50-60. یعنی از دهه 30 تا 60، یعنی دوره 30 ساله رو 30 دهه رو؟ نه، منظورم مثلا 80 سال 90 سال این حدودا باید باشه. 1930. 1930. من فکر کردم دهه 30 شمسی رو میگیم. 1930 ماشین داریم. ماشین ها رو شما نگهداری کردید. ماشینایی که نه، ما در از 50 سال جمع کردیم. درسته. ما اتومبیل هایی که دارین همه در اصل قابل استفاده هستن. همشون اوورهال، همشون به حساب میرسیم، به حساب که نرسیم اینا از بین میرن. بله. درسته. بعد این ماشینایی که شما تهیه کردین رو چرا توی یک موزه بزرگتر، توی فضای بهتر جا ندادین؟ انشالله اگه بزرگان شهر حمایت کنن بله میشه، ولی فعلا تا حالا حرف زدم ولی عمل نکردم. ما به احترام شهرمون این کارا کردیم. از اولم عشق به این کار داشتیم. من از اروپا ماشین وارد میکردم، میرفتم اونجا موزه ها رو میدیدم چه مثلا تو ایران نیست. میخوردم چرا اومدیم به این فکر افتادیم، یواش یواش خود اینا رو جمع کردیم با هزاران مکافات تا رسیدیم به اینجا. ولی فعلا در اینجا جامون استاندارد نیست، خوب نیست و مثلا بازدید کننده میاد جلو ماشین میبینی دیگه، عقب ماشین اونور بغلش نمیتونه ببینی. من رضا سرابی هستم، مجموعه دار اشیاء قدیم. اینجا کجاست؟ اینجا موزه بازار و مشاغل قدیمی تبریز. موزه بازار و مشاغل قدیم یعنی چی؟ یعنی ما سعی کردیم مشاغلی که به مرور زمان از بین رفتن یا تغییر کاربری دادن وسایلشون رو جمع کنیم، همون اون زمان که به شکل اون زمان بود اونا رو بازسازی کنیم.
البته اینجا چون هنوز تموم نشده، فاز اولش آماده شده، ما 42 تا شغل رو اینجا بازسازی قراره بکنیم. الان غرفه داروخانه، عطاری، تجارتخانه، آهنگری، تلگرافخانه، رنگرزی، خیاطی قدیمی و تجارت فرش، اینا رو ما اینجا بازسازی کردیم. مزیت اصلی این موزه به وسایلی که اینجا به کار رفته، وسایلی که در نوع خودش بی‌نظیر هستند، از اون زمان مانده، اورجینال هستند. به فرض مثلا ما الان تلگرافخانه نداریم. تلگرافخانه یکی از مشاغل اصلی و قدیمی تمام شهرهای ایران بود، یعنی رکن اصلی بازار بود. الان دیگه به اون صورت اصلا تلگرافخانه معنی نداره. ما وسایل اصلی اون تلگرافخانه اون زمان رو بازسازی کردیم با همان چیدمان، با همان میز و دستگاه تلگراف و مولد برگش، با نامه‌هاش، با تلگرافاتی که اون زمان به اصطلاح ارسال می‌شده. یا داروخانه قدیمی، الان ما گذر زمان رو بیشتر تو شغل‌ها احساس می‌کنیم. یعنی داروخانه‌ها الان همشون بسته‌بندی شده، تو شیشه‌ها آماده تحویل میدن، ولی اون زمان شیشه‌هایی که تو داروخانه بود، این نسخه رو که می‌نوشت بسته پزشک می‌آوردن اینجا ترکیب می‌کردن، بسته‌بندی می‌کردن، تحویل مشتری میداد. ما همون شیشه‌هایی که اون زمان استفاده می‌شده، همون بسته‌بندی اون زمان، حتی گواهی داروسازی سال 1306 یکی از مثلا اون زمان به مجوز دادن که این داروخانه باز کنه، اونو مثلا اینجا به نمایش گذاشت. به نام خدا، رضا پورعلی هستم، کارشناس موزه شهر و شهرداری تبریز. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. شهر و شهرداری تبریز سال 1386 تبدیل به موزه شده. به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس شهرداری تبریز که همونطور که مستحضر هستید، شهر تبریز اولین شهرداری کشور هست و به تبع اون اولین شهردار تبریز جناب قاسم خان والی اولین شهردار کشور بودن و تقریبا داره تالارهای متفاوتی هستش. تقریبا 7 تا تالار داریم: تالارهای صدا، تالار بلدیه، تالار شهدا، تالار آتش نشانی و تالار مشاغل و تالار کم نظیر فرش. در یکی از غرفه‌های موزه شهر و شهرداری ما به موزه کفش میرسیم. خب همونطور که همه میدونن کفش تبریز سابقه طولانی داره و از دیرباز معروف بوده. یعنی وقتی صحبت از کفش به میان میومده، کفش تبریز حرف اولو میزده. بعد تو این قسمت از موزه ما اشیایی رو داریم که مربوط میشه به حدود 300 سال قدیمی تیکه چرم بوفالو
که 300 سال از قدمت اون میگذره و هنوز توی ویترین ها هستش. چیزی که خیلی برای من جالب بود داخل ویترین ها کفش هایی رو میدیدم که سایز خیلی بزرگی داشتن و استفاده هم میشدن، یعنی به پای افراد بوده و این خیلی برام جالب بود. البته ماکت هایی رو هم داریم که اونها رو صرفاً جهت زیبایی داخل ویترین گذاشتن، ولی یکی دو تا از اون کفش‌ها سایز خیلی بزرگی داشت، فکر می‌کنم حدود 50 به بالا بود که خیلی برام جالب بود. اما یه کفش دیگه که من در ویترین اول دیدم شبیه به چارق بود که ما توی شهر قوچان در خراسان رضوی و بعضی از شهرهای آذربایجان رو دیدیم و اینجا هم نمونهش هست، ولی نمیدونم که اسمش چارق هست یا نه. به هر حال غرفه هایی که در این موزه و در طبقه پایین داریم تماشا میکنیم مرتبط میشن به اشیایی که قدیمی هستن و حائز اهمیت. همراه همسفر ما باشید. همونطور که میدونید تبریز شهر اولین هاست. اکثر اولین های کشور تو تبریز بوده. اولین شهرداری یا اولین تالار مثلا آتش نشانی، اولین برج آتش نشانی کشور که برج یانگون هستش که قدمتش تقریبا برمیگرده به سال 1296 تو تبریز واقع شده که به این شکل بوده که حالا در اون زمان یک فرد مأمور بوده که اون بالا وایسه و اگر یک موقع اتفاق تو شهر افتاد، یک جای آتش گرفت، اونجا یک زنگ خطر داشتن اعلام می‌کرده و مأموران آتش نشانی به اون منطقه اعزام می‌شدن. خب ما الان رسیدیم به فضایی که موتور ساعت هستش. آقای رادمهر مسئول ساعت هستن. این ساعت چند سالشه و داستان احداثش به چه شکلیه؟ این الان 82 ساله اومده تبریز، همزمان با ساختمان که آلمانی‌ها ساختمانی می‌خواستن احداث کنن. آلمانی‌ها می‌خواستن ساختمان رو درست کنن. شهردار اون موقع آقای عرف‌الملک جلیلی اینو سفارش میده به ساعت‌ساز آقای جیلت جانستون که سال 1935 بله تاریخ ساختشه، یعنی میشه 1314 درست. 82 سال قبل میشه. قبل از اینکه این ساختمان تموم بشه این ساعت کار میکرده. الان مدرک هم داریم، عکس هم داریم. من شنیدم که یه مدت این ساعت خوابیده بوده و خراب شده، کسی هم نتونسته درست کنه. شما میاین ساعت رو تعمیر میکنین، راه میندازین و مسئول ساعت میشین. چند سال قبل؟ اواخر 92 بود. خب البته سخت بود چون لنجه این نیست. الان آدم نگاه کنه بگه مثلا اینجاش عیب داره، اینجاش چجوری شده. شما خود ساعت سازین؟ این ساعت نیست، این اسمش ساعته، این مکانیکیه. اینو وقتی چی میخواد بیاد اینجا اینو کار کنه روش باید 3-4 تا کار بلد باشه، از جمله ریختگری و نمیدونم تراشکاری و دنده زنی و فیزیک و اینا رو باید بدونه تا بیاد تو میدون. تو این همشون قاطی هم میشه. ببین پاندولش مال فیزیکه. یعنی اونو باید از فیزیک ندونی دیگه نمیتونی اصلا اونو راه بندازی. ریختگری هم باید خودت مدلش رو درست کنی، بعد بری ریختگری کنی، بعد مدلش رو در بیاری.
بری دندهشو بزنی. خب وقتی همه فن حریف آره باید تا 4 فرانسه باشه. الان ساعت کار میکنه؟ الان ساعت مثل ساعت کار میکنه الان الحمدلله. و سر ساعت هم زنگ. سر ساعت هم زنگ. شانس ما ساعت 1 بعد از ظهر اومدیم اینجا فقط یه دونه زنگ خورد. البته قرار شده دوباره برگردیم سر یه ساعتی که زنگ های متوالی میخوره اون هم تاثیرش رو بگیریم. دستتون درد نکنه. به هر حال خیلی ممنون که اجازه دادین به این فضا هم بیایم. قلب تپنده شهر تبریز، چیزی که در سال 1114 اتفاق افتاد در شهر تبریز و اتفاق بسیار جالبی هست. الان هم رأس هر ساعت این ساعت داره زنگ مینوازه و اعلام حضور میکنه. این خیلی زیبا و دیدنی هستش. همراه ما باشین در شهر زیبای تبریز. باز هم از زیبایی های این شهر براتون خواهیم گفت.